الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر وأعن. بعد از حمد و ثنا تحفه سرور کائنات را به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام خواهران و برادران و بینندگان گرامی تقدیم می دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان گرامی، در برنامه امروز موضوعی را که ما انتخاب کردیم شرم و حیا در پرتو کتاب و سنت است. هفته گذشته موضوعی را که ما ارائه کردیم پیرامون جار و جنجال بود. ما گفتیم که در شریعت و در احادیث و آثار صحابه کرام جار و جنجال یک فعل و یک خصلت مذموم و بسیار قبیح پنداشته شده. احادیثی را خواندیم شرح کردیم. ما گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که از جار و جنجال خودداری میکنه و با وجودی که بر حق باشه از جار و جنجال خود دور میکنه، او را تضمین جنت کرده. و کسی که زیاد جار و جنجال میکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم او را قبیح ترین شخص، بدترین شخص، حتی بدترین انسان در روی زمین نزد پروردگار قرار داده. چیزی که انسان را بسیار زیاد زیبا میکنه، چیزی که انسان را کامل میسازه، او را توفیق میده تا که در تمام ابعاد زندگی خود کامیاب باشه و تمام اطرافیانش به او مایل باشن و از او راضی باشن. خصلتی که، صفتی که، خویی که انسان را به هر معنا بگویی مکمل میسازه صفت شرم و حیا است. در قرآن کریم حیا را توصیف کرده و از لازمه های زنان پنداشته. دختران شعیب علیه السلام وقتی که رمه را نزد چاه بردن، اوجا میخواستن سنگ را وسو کنن و آب بتن، نمیتانستن که حضرت موسی علیه السلام آواره بود، از مصر بیرون شده بود. پس در اونجا دید که آنها نمیتوانند، موسی علیه السلام همراهشان کمک کرد. وقتی که موسی علیه السلام کمک کرد و در یک گوشه از سایه نشست و دعا کرد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، به هر گونه یا الله یا پروردگار به هر گونه کمک تو من نیازمند هستم. الله متعال در قلب همین دخترها می اندازه و نزد پدرشان می روند و حکایت می کنند. پدرشان دعوت می کند از موسی علیه السلام. دختر، یکی از آن دو دختر، فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک، آیت قرآن کریم است که توصیف میکنه، یعنی تصویر کشی میکنه از شرم و حیای دختر شعیب علیه السلام. میگه نزد موسی علیه السلام آمد، در حال آمد که حالتش چنین بود که سراپا حیا پوشیده بود. یعنی ببینید سخن خود را، عمل خود را، تقاضای خود را برآورده ساخت. همان دعوت کردن بود، آمدن و گپ زدن با موسی علیه السلام و او را دعوت کردن به خانه خود، چون که حضرت شعیب علیه السلام پسر نداشت، دختر داشت. پس کسی دیگری نبود که دعوت او را بخوانه. پس همین یکی از دخترهایش آمد و دعوت کرد. الله متعال اقدر همین حالتی همین دختر اقدر به الله متعال خوشش آمد که ای را ثبت قرآن کرد و نمونه و الگو ساخت تا قیامت برای تمام انسان ها و خصوصا مسلمانانی که در دنیا می آیند. سراپا حیا بود، با آن هم مانع نشد که عملی که یا تقاضایی که داشت او را برآورده بسازه. او چی بود؟ دعوت کردن. موسی علیه السلام را دعوت کرد و پس از او همان طوری که با حیا و حجاب آمده بود، همان طور با حیا و حجاب با موسی علیه السلام به خانه برگشت. یعنی ظاهر بود از هیئت او دختر، از هیئت و حالت و لباس و حجابش معلوم بود که بسیار یک زن شریف، یک دختری خاندار و
با تربیه و نیک هستم. پس ما فهمیدیم که قرآن کریم شرم و حیا را یکی از بهترین خصلت‌های بشری در این آیات توصیف کرده و گفته که زینت و زیبایی هر انسان حیا است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می فرماید، حضرت انس رضی الله تعالی عنه این حدیث را روایت میکنه، روایت ابن ماجه رحمه الله است، می فرماید ان لكل دین خلقا و خلق الاسلام الحیاء. ان لكل دین خلقا و خلق الاسلام الحیاء. میگه بدون شک و شبهه هر دین از خود یک خوی و خصلت خاص می داشته باشد، یک امتیازی که او دین را بسیار زیاد زیبا می کنه، یک خویی که خصلتی که امتیاز باشه در دین اسلام، میگه او خوی و خصلت حیا است. حیا یک خوی و خصلتی است که دین اسلام با او بسیار زیاد تأکید کرده و او را در بین انسان ها، در بین مسلمان ها خصوصا لازم گردانده. یعنی زیبایی دین در حیا بودن است. اگر ما میخوایم دیانتدار باشیم، متدین باشیم و یک انسان باشیم که اخلاقمان کامل باشه، پس او مکلف است، یعنی هر مسلمان و هر بنده مکلف است که حیا را لازم بگیره. اینجا باید ما بگویم که سرتاج اخلاق ها، یعنی ما اخلاق زیاد داریم، ما گفتم بارها در ایده منبر گفتیم که اخلاق یک تنها خوشگویی یا به طرز خوب گپ زدن را نمیگویند، بلکه تمام صفات و خوها و خصلت‌های انسانی را که در تعاملات و در زندگی به درد بخوره است او را اخلاق میگویند. جمع خلق است و خلق خوی و خصلت را میگویند. سرشتی که بسیار زیاد در دین اسلام تاکید شده بر آن حیا می باشد و همین امتیاز مسلمان است. حدیث دیگری است که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه از نبی کریم صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که ایشان فرمودند الایمان بضع و ستون شعبه والحیاء شعبه من الایمان. ببینید، دقت کنید. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ایمان 60 و چند شاخه داره. ایمان 60 و چند شاخه داره و حیا یکی از شاخه های ایمان است. یکی از شاخه های ایمان است. اگر ما بگوییم که یک مؤمن اگر میخواهد که ایمانش بسیار به درجه کمال برسه، اگر ما میخواهیم که خود را یا ایمان خود را به درجه کمال برسانیم، مکلف هستیم که حیا را لازم بگیریم. شرم و حیا در زندگی ما به حد ضروری است. یک سوال مطرح میشه و اینجا، شرم و حیا آیا فقط مربوط اخلاق می شود در عبادات؟ نه خیر. اخلاقی است که هم در عبادات وقتی که ما با الله متعال تعامل میکنیم. حدیث مبارک است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید شما میگه برهنه نشوید و برهنه ای که بسیار زیاد مادرزاد نشوید، برهنه مادرزاد نشوید. و صحابه پرسان میکنه که یا رسول الله در تنهایی چطور؟ میگه در تنهایی نیست، چرا که الله متعال بیشتر حقداری از است که ما از او حیا بکنیم. یعنی وقتی که ما در تنهایی باشیم هیچ کسی نمیبینه ما را و الله متعال عالم است، یعنی به ذره ذره کائنات به هر آنچه که شده میشوه و خواهد شد الله متعال قبل علم ازلی خود میدانه. باز هم ما مکلف هستیم که در برابر پروردگار با حیا باشیم، با شرم باشیم، نه همچو حیوانات رفتار و تعاملمون
یکسره بسیار زیاد یعنی حیوان گونه باشد، مناسب نیست. حیا را ما می توانیم در عبادت خود ما لازم بگیریم. مثلا اگر ما نماز را همچون مرغ ادا کنیم، مرغ دیدین نول میزنه، اگر ما همانند مرغ نماز را بخوانیم یقینا که ما حیا را از نماز بیرون کشیدیم، یعنی ما به حیا شده نماز خواندیم. لیکن اگر ما حیا را لازم بگیریم، حیا تقاضا میکنه که این نماز را به سکینت بخوانیم، به سکون، به آرامی بخوانیم. چرا؟ به خاطر از اینکه وقتی که ما در نماز استاد میشویم، این همانندی است که ما در برابر یک ذات مقتدر و قادر مطلق و خالق کون و مکان استاده هستیم. هنگامی که ما در زندگی عادی خود در برابر بزرگان استاد میشیم، چقدر به احترام، به کمال احترام استاد میشویم. وقتی که سخن میگوییم بسیار به نرمی، به خوب، واضح، و هنگامی که تعامل میکنیم تعاملمان بسیار یک تعامل زیبا میباشد. پس چرا ذاتی که ما را آفریده، ما را رزق و روزی میده، ما را عزت و حرمت میده و ما را دوست میداره و در مشکلات ما به ما رسیدگی میکنه، در برابر از استاد میشویم، حق احترام یا حق ادای عبادت را نپردازیم. پس حقی که بالای ما است او همی است که هر آنچه را که الله متعال مستحقش است ما باید در برابر از او را بپردازیم و بیشترین حقش همی است که ما او را به یگانگی بخوانیم، به توحید یعنی ایمان بیاریم و یگانگی از او را در تمام اعمال و افعال و کردار خود ثابت بسازیم. همین طور می شود که ما در مناکحات، در معاملات، در زندگی روزمره خود حیا را جلوه بتیم و او را ثابت بسازیم و او را ما از او استفاده بکنیم. خواهرمان تماس گرفتن، تماسشان بگیریم پس میگردیم. بفرمایید. درست است خواهر، از با برنامه باشید انشاءالله مفصل جواب خواهیم داد. بسیار سوال زیبا کردید، جزاکم الله خیر. عزیزان گرامی، یک حدیث دیگر است که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که ایشان گفتن الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که حیا جزو ایمان است و ایمان سبب دخول جنت است. دقت کنید، حیا جزو ایمان است و ایمان سبب دخول در جنت است. و همچنان بذا یعنی ضد حیا، بیشرمی، بیحیایی، بیرویی، این جزو جفا است و جفا سبب دخول در دوزخ است. پس ما و شما را در اینجا ترغیب داده که چی کنیم؟ اول خود ما مکلف هستیم که ایمان خود کامل بسازیم. اگر میخوایم ایمانمان کامل باشه، شرعاً مکلف هستیم که تمام اخلاقیات را مد نظر بگیریم. یعنی ایمان فقط با تصحیح عقیده مکمل نمی شود. یکی نفس ایمان است. نفس ایمان با همان اعتقاد جازم بر وحدانیت الله، بر رسالت و بر هر آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده، به اعتقاد به او ایمان ما ثابت می شود. لیکن او را زیبا ساختن با انجام اعمال صالح، او را مکمل ساختن با انجام عبادات
معاملات، مناکحات در پرتو و در چارچوب شریعت می شود. ممکن است بعضی دوستا پرسان میکنن که وقتی گفتم می شود که عمل از جزو ایمان است، عمل از ایمان است، یک عمل چگونه از جزو ایمان شده می تواند؟ مثال از این طور است که اگر ما بخواهیم که ستر عورت بکنیم، ستر عورت ما مثلا یک مرد ستر عورت از ناف تا زانوایش است، یک چادر بگیره گرد عورت خود بپیچانه، ستر عورت ادا می شود، گناهگار نمی شود. لیکن اگر او مرد می خواهد که ستر عورتش مکمل باشه، پس او مکلف است که یک ازار بپوشه، زیرپوش بپوشه، پس از او ازار داشته باشه، پس از او کرته داشته باشه، بعد از او اگر ممکن باشه یک بالاپوش دیگری مثل واسکت یا جمپر یا یک چیزی دیگری، از او بالا باز می شود که یک دستمال بالای شانه داشته باشه یا یک پتو بالای شانه خود بگیره، از او بالا یک عمامه سر خود، یک کلاه سر خود داشته باشه. این لباس کامل گفته می شود و در پاهایش پاپوش باشه. اما اگر نفسی ستر عورت که به ذات خود ستر عورت گفته باشه، ادای فرض است. همان ناف تا زانو را پیچاندن ستر عورت می شود. پس این دیگر چیزها چی است که ما می پوشیم؟ این کمال ستر عورت است، مکمل کردن ستر عورت است، زیبایی است، زینت است. پس همین طور وقتی که ما می خواهیم که ایمان خود را به درجه کمال برسانیم و او را زیبا بکنیم و او را زینت ببخشیم، مکلف هستیم که پس از اینکه ایمان آوردیم فرایض را انجام بدیم، پابند سنت باشیم و پابند آداب و اخلاقیاتی که شریعت به ما آموخته که در زندگی خود ما او را اجرا بکنیم باید باشیم تا ایمان ما به درجه کمال برسه. همین طور حدیثی است که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید که هیچ یکی شما ایمان کامل نداره مگر اینکه مرا بیشتر از همه دوست داشته باشه، حتی از پدر و بچه و پدر و مادر و اولاد و تمام دنیا باید بیشتر دوست داشته باشه. این به معنای چی است؟ به معنای کمال ایمان است، یعنی ایمانش مکمل شده نمیتواند. محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم شرط کمال ایمان است. خواهرمون سوال کردن که معلومات پیرامون نکاح و نیمه نکاح. خواهر عزیز، متاسفانه ما در جامعه زندگی میکنیم که این جامعه را رسم و رواج زده از بین برده. متاسفانه گاهی من سخنانی رو که از ذهن و از زبان رو میبراید، بعضی دوستا میگوین که درشت میگویی. خود درشتم نگویم چی بکنم؟ یگان وقت مجبور میشم درشت بگویم. از این خاطر عزیزان گرامی بدل نگیرید، سخنانی مرا سرش فکر کنید. از جمله رسم و رواج بد یا زشت یا خلاف شریعت همی است که مردم نکاح را نیمه نکاح نام ماندن. نکاح از خود شرایطی که داره، مثلا شاهد، دو شاهد و ایجاب و قبول. در اکثر نامزادی ها یا گل کلان که میبرن یا مثلا محفل شیرین خوری که میگیرن، در اونجا دو شاهد میره و اونجا نکاح خواندم ایجاب و قبول میشود. ایجاب و قبول اینمی خودش نکاح هسته. خطبه از جمله لوازمات یعنی زیبایی ها یا مثلا سنتی است که در اونجا انجام می شود. رکن نکاح نیست یا شرط نکاح نیست. پس نکاح نیم نداره، هرگاه که انجام می شود مکمل انجام می شود. یک مسئله دوم، نکاح شوخی نداره. با شوخی هم تو نکاح را انجام بدی نکاح شد دیگه، نزد شریعت او نافذ است، به شرطی که شرایطش یا شروطش برآورده باشه، ارکان انجام شده باشه. حالی که شما گفتین که شاهد آمدن، شما گفتین که من فلانه مثلا پدر وکیل خود گرفتم و رفتن در او مثلا اتاق دیگر ایجاب و قبول صورت گرفت. تماس خواهرمان میگیریم، پس دوباره برمیگردیم.
بفرمایید خارز. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ملائکه شوهری که در زن خود انجام گپ زشت بزنه امی آیا بخشش داره یا نداره؟ شوهری که گپ زشت بزنه؟ گپ زشت بزنه به خانم خود انجام کنه و اینقدر در مقابل از این شوهر پیشگی یا این خانم شوهر که گپ بد بزنه. خب درست است، با برنامه باشد انشاءالله رحمت خواهم کرد. عزیزان گرامی، گفتیم که نکاح وقتی که ایجاب قبول صورت میگیره، شاهدا اوجا حاضر می باشند، در یک مجلس 10 نفر می باشه، کلگیش عاقل و بالغ و مسلمان، یا در یک مجلس 2 نفر است 3 نفر است و شاهدا می روند و از دختر رضایتش یا مثلا وکالتش را می گیرن، میارن، پرسان میکنن، در اینجا پدر وکیل تعیین میشه و ایجاب و قبول صورت میگیره. ولو که حق مهر تعیین نشده باشه، نکاح شد، حق مهر، از تعیین حق مهر یه جمله شروط نکاح نیست، ارکان نکاح نیست، فقط ایجاب و قبول بدون تسمیه، پس نکاح کامل شد و شاهدا اوجا وجود دارن نشستن و ایره کسی یکی ده مردم نیمی نکاح و او را نمیفهم، باز از او 4 رقم گپ دیگه میکشن که ای تو رسه او تو رسه فلان است ده مکان است و رسم و رواجایی که صورت میگیره متاسفانه در ازدواج ها، در نکاح ها. بهترین روش ازدواج می است که مطابق سنت صورت بگیره و در او هیچ گونه مداخلات و سختی نباشه تا برکتی که الله متعال در او باندازه او دوامدار باشد. لیکن در افغانستان چی میکنن؟ هر قدر تانستن سخت کرده رفتن مشکلات ها را. به طور مثال ما یک اشاره میکنم، یکی دشواری مثلا خواستگاری است. عرف مردم افغانستانی است که خواستگار باید 20 دفعه بیایه. خواستگاران در ذهن خود دیگه پنداختن که ما باید 20 دفعه برایم در خانه این مردکه تا که بوتا نکنه، تا که این چپلقا خراب نشه، تا که نشاره و خواستگاری رو ما اعلان نمیکنیم و بسیار با چشم سفیدی می روند بار بار به تکرار و اونا هم کسایی که دختردار هستند بیچاره یا که راضی نیستن یا که به تکلیف میشن، اگر راضی نبودن خب با بار بار رفتن به تکرار رفتن سبب اذیت میشود، پس به تکلیف می باشن و پشیمان میشن، میگن که چی بلا چی مصیبت سر ما آمده. و اگر در ذهنشان ای باشه که امی معامله رو ما قبول میکنیم، باش که کمی آزار بتیم یا مثلا ارزش و اهمیت خود بالا ببریم، به خاطر از او هم دیگه نه میکنن. پس از اینکه مثلا 20 دفعه رفت آمد شد، خواستگاری قبول شد، اینجا باز یک تکلیف نه، یک مشقتی که در اینجا صورت گرفت، پس از این مشقت دیگر می آید. اویی است که گل خرد، با در گل خرد هم یک نوع مصارف داره، باز گل کلان باز دو دیگه مصارف داره، و پس از او شیرینی خوری مصارف دیگری است، باز یک وقفه می آید، پس از او باز عروسی و در عروسی باز دیگه مصرف، باز پس از او تخت جمی دو دیگه مصرف و باز پایوازی، باز نمیفهم چی چنان و در ما بین خشاونده هم که از بین خود میگن که کی را بخوایم کی را نخوایم، این داماد دیگه کمرش کندگی است، کل اگه مصارف یا داماد میته یا پدرش میته، اگر دار از جیبش میته، اگر نداره قرض میکنه، این قرض کی میپردازه. در پهلوی ازی دشواری ها باز رسم و رواج نکاح، اینی حق مهر و تویانه، این تویانه ازی دیگه چی است؟ حق مهر و حق زن است، تویانه ازی دیگه چی است؟ این مردم کشیده که اینقدر لگ باشه و دیگه ایتو باشه تا که نتی نمیشه و دیگه ولا این کلگی از این چیزهایی است که شریعت اصلا هیچ نگفته، هیچ لازم قرار نداده. و در دعوت کردن یکی اگر فراموش شد که فلانی رو دعوت نکردیم، او باز گله میکنه ما رو دعوت نکردی، خفه میشه و بیخی قط و بر میکنه. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه یک شخصیت بود و صحابه کرام چگونه شخصیت ها بودن.
صحابی ازدواج میکنه پیامبر خبر نمیشوه. مثلا جابر ابن عبدالله جوان پدر شهید میشوه و در خانه خواهرای جوان میشه باشه، ازدواج میکنه، پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی مدت بعد خبر میشه، میگه که فلانی تو ازدواج کردی؟ میگه بله. میگه باکره گرفتی یا مثلا شوهر دیده؟ میگه شوهر دیده. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید خودش صحابی که با او است او را دوست داره و همیشه گرد برش میچرخه، از ازدواجی از اون وقتی که مطلع میشوه اظهار خفگی و اظهار ناراحتی نمیکنه. همین طور حضرت عبدالرحمن ابن عوف وقتی که ازدواج میکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی خبر میشه و پرسان میکنه معلومات میگیره، میگه که ازدواج کردی؟ میگه بله ازدواج کردم. با کی ازدواج کردی؟ با یکی از زنان انصار. با چه قدر؟ میگه با برابری خسته خرما طلا در مهر پرداخته ما ازدواج کردیم. میگه خیلی توی دادی یعنی نان دادی به مردم؟ میگه نه. میگه اولیم ولو بشاتین، خیلی ولیمه بته، نانی ولیمه را بته و اگر چی با یک کشتن بز بوده باشه. و در جامعه ما چی هست؟ در جامعه افغانی ما یعنی ما چی بگویم اینجا؟ خود دیگه الفاظ دیگه قطع میشه و چیزی نمان که ما بگویم. خودشان هیچی، خفگیاشان در آسمان پریدگی. و دیگه جوانای و جایی که خبر شوند دعا بتن خداوند خیرتان بده، جوان آباد شد، خانه آبادی یک اساس است، به خاطر برکت از دعا بکنن. نه خیر، روی میگه خصوصا خشاونده باز اگر خشاونده باشه و در هنگامی که عروسی صورت میگیره، محافل صورت میگیره، حقد و حسد خود ظاهر میکنن. زنا، خصوصا زنا، این زنا را الله در خودش توفیق و هدایت بده. اکثر مشکلات ها به خاطر زنا در خانه ها در چیز رخ میده. و پس از اینکه اگر دختر به طور مثال مهری هنگفت گرفته باشه، تویانه گرفته باشه، او که در خانه شوهر میآید او در تکلیف است، در عذاب است، همیشه در طعنه است. او پدر تو را به ما فروخت، پدر تو را ایتو کرد، پدر تو کرد، برو ایتو کو، تو خود چی بودی که تو چی هستی که فلان که فلان، تا که او زنده زیر طعن است و زیر بار تهمت ها می باشه، اذیت می باشه. این کلش به خاطر نمی رسم و رواج شوم و رسم و رواج های خلاف شریعت. هر گونه رسم و رواجی که با شریعت با مشقت ها در تضاد در تعارض نباشه شریعت قبولش داره، اما اگر در تعارض باشه شریعت منع میکنه. یک وقفه کوتاه داریم، با ما باشید، پس برمیگردیم. خوش آمدید عزیزان گرامی. پیرامون رسم و رواج هایی که در ازدواج ها صورت میگیره صحبت داشتیم. عزیزان گرامی کوشش بکنیم که زندگی خود را مطابق کتاب و سنت عیار بکنیم و ننگ های بیجا، ننگ هایی که نمیفهمم از کدام در و دروازه به این کشور داخل شده باید خودداری کنیم و سبب اذیت نگردیم. اکثری رواج هایی که من میبینم، رسم و رواج هایی که میبینم، تو احساس میکنم که از هندوها، از هندوستانیا آمده و دخیل شده. از جمله رسم و رواج هایی که بسیار جدید آمده، یعنی بسیار کاغذ پیچ است، ما میبینیم، یاد وقت نرسیده. و این است که هنگامی که دستمال میارن و پس از او که شال میبرن، با شال باید یک موبایل هم ببرن. یعنی این رسه کو یک موبایل ببرن، یک موبایلی که لمسی باشه، بسیار دیگه اساس باشه، خوبش باشه، قیمتی باشه. حتی ما این را هم دیدیم که موبایل را دختر مسترد میکنه که من این موبایل سامسونگ است، برای من آیفون بیارن، ما غیر آیفون دیگه موبایل قبول ندارم. خواهر عزیز، این کلگی گپا چی است؟ این اساس نداره، مطالبات بیجای است. دوم مسائلی که در رسم و رواج ها رخ میده اوی است که هنگامی که نکاح خوانده میشه، همین نیمه نکاحی که میگن، این نکاح مکمل است، این که ایجاب و قبول صورت میگیره، این خوانده میشه و نکاح خلاص میشه و این را بار نامزادی میگن. پس از او بچه چون که شرعاً خو عالی مکمل حق داره که داخل خانه خسر خود بروه، هیچ گونه پرده و چیز نمیشه، چون که اولادی و خانه میشوه، اولادی و خانه میشوه. چی میگن؟ یک نوع ننگ و نمیفهم چی چیزای عجیب و غریب آمده، من نمیدانم خودم در عبارت چی بگویم. خب به هر حال کوشش بکنیم که رواج های بیجای در خانواده های خود بست از خود شروع بکنیم، کم کم از بین ببریم.
تا ازدواج ها با برکت شوند و زندگی خوش بگذره. مبادا تو شوه که شما تویانه هنگفت بگیرین، مهر هنگفت بگیرین، دختر تان وقتی که بردن دیگه رنگش هم به شما نشان نتن، با تن و زندگی با زندگی دشوار او زندگی خود سپری بکنه. فردا روز نزد پروردگار چی جواب میتین؟ خود ظلم کردین شما، او را خود دم زندگیش کشتین، زنده در گور کردین. این جواب زیر شما در روز قیامت داده نمیتوانید. خواهر عزیز، نکاح شما مکمل نکاح است. شرعا شما اجازه دارین که با همسر خود و همسر شما است. دیگه این نمیفهم نامزادی چی است، این چیزا را من نمیفهم. نامزادی وعده نکاح را میتن، و معنای وعده نکاح است. یعنی یک کس میآید و خواستگاری شما با او وعده میتین که درست است آلی قبول ندارم، لیکن وعده میتم که مثلا 1 سال بعد 2 سال بعد دخترم که مثلا کلان شوه یا مثلا یک شرطی که باشه، او را ما بعد از ختم از او به شما در ازدواج میتیم. این به نامزادی به معنای وعده نکاح است، اما نکاح او نکاح است دیگه. تماس خواهرمان میگیریم. بفرمایید خواهر عزیز. و علیکم السلام. الحمدلله. یک سوال داشتم با انسان خواهش میکنم که این سوال من مثل جواب نفسنده که مثل واجب سعی دارم مرا بفهمانیم که مدنی مثل مشکل بسیار هستم و در جنایی که زن میزنم اصلاح نمیشه یا بسیار مشکل از مرا که آن میخواد نشما جواب سوال کنه بگیرم. بفرمایید خواهر. در زکات در معنی که مسجد در واقع میشه امکان دارم زکات. خب دیگر درست است و برنامه باشد انشاءالله راهنمایی خواهم. عزیزان گرامی، خواهرمان نیز تماس گرفتن و پرسیدن که دشنام دادن شوهران یا دشنام دادن همسران ای بخشش نیاز داره ندارم. خواهران عزیز، هیچ زندگی نیست که در اون مشکلات نباشه. زندگی ازدواجی مشکلات خود داره. ایره با خود بسته کنید، گره بزنید که هیچ زندگی، حتی هیچ کسی نیست که 1 هفته را مسلسل مکمل خوش گذشتن نباشه، بدون جار و جنجال، بدون خلق تنگی، بدون تنگی. زندگی دارالامتحان است. ما در دنیا امتحان میتیم و امتحان سخت میباشه. درست است؟ و خانم ها و آقایان، یعنی مردها و زنها در زندگی یگان وقت دچار یعنی مشکلات زندگی میشوند که او تأثیر میکنه به اخلاق آنها. اخلاقشان تغییر میکنه، خلقشان تنگ میشود، آماده به چی میشوند؟ به جار جنجال میشوند. وقتی که جار جنجال میکنن، در هنگام جار جنجال یگان تا که مسلمان وارد اخلاقش خیلی ضعیف میباشه، باز از دهنش سخنان نازیبا و درشت دشنام میبراید. درست است؟ پس در او صورت مکلف است هم زن هم مرد، پس از اینکه شیطان الله متعال او را بر شیطان غالب بسازه، شیطان که دور شد، پس از او از همسر خود و یا مثلا زن از شوهر خود بخشش بخواهد. چرا که دشنام دادن یک گناه کبیره است و جار و جنجال خودش یک گناه کبیره است. ما در هفته گذشته گفتیم که جار و جنجال چی در زندگی شخصی و چی در زندگی اجتماعی یک گناه کبیره است. بخشش بخواهد و روز آخرت یکی از اعمالی که سبب میشه و تمام ثوابهای ما بره از پیش ما همین دشنام دادن است. پس ما نمیتوانیم که بدون بخشش امو گناه خدا ببخشاییم. خواهرمان تماس گرفتن. بفرمایید خواهر عزیز. الحمدلله، شکر. شما بخیر باشه. بفرمایید خواهر، سوالتان مطرح کنین. خب خب
یعنی گپ میزنن بین خود در تماس؟ ببخشید خواهر عزیز، من سوالتان را درست نگرفتم. خو درست است، یعنی آدم یعنی شیعه صحیح است. درست است، یعنی نکاح بین اهل تشیع و اهل تسنن. درست است. درست است، باورنامه باشد انشاءالله. و خواهرمون نیز سوال کردن که زکات به مولوی صاحب مسجد میشه یا نمیشه. خواهر عزیز، مولوی صاحب مسجد شما بررسی کنید آیا مستحق زکات است یا نیست. خیلی از امام صاحبا یعنی امامای مساجد هستند که مستحق زکات هستند، یعنی فقیر هستند، مسکین هستند. و خیلی از مساجد دیگر هست که خود امام صاحب زکات هست. مشخصا ما گفته نمیتوانیم که تمام اماما را برشان مثلا زکات داده شود یا صدقه فطر داده شود یا مثلا نگهشت داده شود، و همچنان نمیتوانیم که قطعا دروازه را بسته کنیم بگوییم که به هیچ امام زکات و صدقه درست نیست. نه خیر، آنها نیز احوال یا حالتهای متفاوت دارند. یگان تاش که فقیر است مستحق زکات است، برش می شود و حتی که صدقه فطر هم می شود. و بعضش خود قدر پولدار است که او خودش باید از مال خود زکات بکشه. پس شما امام خود را بررسی کنید ببینید که واقعا مستحق است یا نیست و پس از او می شود که شما این را درک بکنید. بفرمایید برادر عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، شکر بخیر باشد عزیز برادر. نفرمان با یک زن گرفته و زن از سه دفعه طلاق هم داده، با یگان وقت من میرم اونجا یک توصیه میکنم به حسابی که میفهمانم دیگه میرم یکان دفعه یک دفعه شکوا یک دفعه یک چای یک نانش از مجبوری میخورم. این چای نانی دفعه جایز است یعنی قبول آواز یا ناواز کنیم. خب درست است، با برنامه باشد انشالله راهنمایی خواهم کرد. درست است. پس طوری که گفتیم عزیزان گرامی، ائمه مساجد اگر دیده شود که مستحق باشند با آنها زکات داده شود، اگر مستحق زکات نباشند پس دیده نشود، پس به آنها داده نشود، بلکه به مصرف حقیقی به فقرای واقعی برایشان داده شود. متاسفانه در افغانستان تو یک رسم شدگی است. بازم گپ سری رسم و رواج آمد. این تو یک رسم و رواج شدگی است که کلگی مثلا صدقه فطرش برده به امام میتن، کلگی زکات خود گرفته به امام میپردازن. نه خیر برادران عزیز، باید شما بررسی کنید که امامتان واقعا مثلا یک امام است که بیش از 20,000 روپیه معاش داره، در پهلوی درآمد دیگری هم داره، مدرسه داره، تدریس داره، وظیفه داره، امامت هم داره. این تو یک شخصی که بیشتر از یک افراد عادی درآمد داشته باشند چگونه مستحق زکات شده میتواند؟ مستحق زکات شده نمیتواند. همین طور باید ما در مصارف زکات دقت کنیم که به کسایی بپردازیم که واقعا فقیر باشن، مستحق باشن، وگرنه زکات ما زیر سوال می رود. و خواهرمان نیز از هرات سوال کردن و گفتن که مسئله ای که نکاح بین شیعه و سنی ای روا است یا نیست. اینجا بارها ما این مسئله را بحث کردیم و گفتیم که نزد ما یعنی مذهب حنفیه با روافض یعنی با اهل تشیع
خصوصا مثلا ما و شما که در کشور که زندگی میکنیم کسایی که وجود داره دو طایفه هسته، اسماعیلی هست و 12 امامه یعنی جعفریا. نظر به فتوای علمای حنفیه نکاح روا نیست. نه با شیعه را نه دختر داده میتوانیم و نه دختر زور گرفته میتوانیم، مگر اینکه خودی همو دختر یا خودی همو بچه از عقاید خود برگشته باشه. یک نفر سوال میکنه که خب چرا چی مشکل است؟ آنها هم مسلمان هستند، ما هم مسلمان هستیم، آنها هم افغانی هستند، ما هم افغانی هستیم. مشکل در کجاست؟ عزیزان گرامی، مشکل در عقاید است. بین ما و آنها در بسیاری مسائل اختلاف است. از این روز نه بلکه از قرن 2-3 تا هنوز او اختلافات وجود دارد. آنها پیروی مذهبی که هستند، در او مذهب بزرگترین خرابی عقیدهشان نمی است که بر صحابه کرام طعن میکنند، طعن را روا میدانند، حتی باعث ثواب میدانند. نوع عقیده است، نوع عقیده است که نزد ما او عقاید کفر است و آنها به او عمل میکنند. لذا احتیاط لازم است. بگذارید اهل تشیع با اهل تشیع ازدواج بکنند. شما اهل تسنن هستین یا مثلا اگر اهل تسنن هستین شما باید احتیاط بکنید، چرا که ازدواج شوخی نیست، گپ یک روز و دو روز نیست، گودی بازی نیست، بلکه گپ یک دو نفرم نیست، بلکه مسئله دو فامیل، دو طرف، دو مذهب، دو فکر، دو زبان گاهی می باشد و دو قوم و قبیله مطرح می باشد. پس این سبک نگیرید، بسیار در این مشوره صورت بگیره، دیده شود. اگر نکاح را یعنی ازدواج ها را به اساس عاطفه ما پیش ببریم، ما بسیار خرابی ها را ما دیدیم. تا هنوز ما ندیدیم که دختر و بچه‌ای که به اساس عاشقی همدیگر را گرفتن از 6 ماه بیشتر زندگی کرده باشند. 6 ماه عشقشان کلش میبرای، گم میشود، خلاص و پس از او افراد واقعی روبرو میشوند و افراد روبرو همدیگر را پذیرفته نمیتوانند، مجبور میشن بین هم تفریق کنن و جدا شوند. کی خراب شد؟ دو فامیل، دو قوم، دو قبیله، دو زبان، دو بدنامگی که بسیار خطرناک است. پس به اساس اختلاف عقاید اهل سنت با اهل تشیع ازدواج کردن نمیتوانند، مگر اینکه فردی که ما ازدواج میکنیم باید صحیح العقیده باشه، چی بچه باشه و چی دختر باشه. اگر صحیح العقیده نباشه نمیتوانیم. مسائل دیگری هم در بر داره. برادرمان سلیمان تماس گرفته، بفرمایید برادر عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، شکر، جور باشین، بخیر باشین. عزیز برادر بفرمایید. مولانا محترم سوال داشتم، دکتر خالی مشرف برادر کلان ما دیدیم و برادر مشکل داره، برای نکاح از این نیست؟ خب دختر خاله تا خب بیبی که به برادرت شیر داده، او بیبی پدریت است یا بیبی مادریت؟ بیبی مادریت است. خب درست است. با برنامه باشد انشاءالله راهنمایی خواهم کرد. عزیزان گرامی، برادر من رحم الله از کابل تماس گرفتن و طوری که شما خودتان شنیدین که یک کسی که اولاد نافرمان نان و چایش چگونه است. برادر من گفتن که یگان وقت با مجبوری و با کراهت تناول میکنن. عزیز برادر، نان خوردن شما، چای خوردن شما در خانه اولادتان که او با او حالت است، حالتی که شما نمیپذیرین. او ازدواج کرده، خوب کرده ازدواج کرده، لیکن ای که بار بار یک دفعه، دو دفعه، 3 دفعه او مثلا رو طلاق داده.
اگر واقعا او را 2-3 دفعه طلاق داده باشه پس از اون زندگی میکنه، این باز خطرناک است. شما مکلف هستین که بین آنها جدایی بیارین. اما اگر نباشه باز مشکل نداره. یک مسئله دومی که نان خوردن شما در خانه اولادتان ولو که نافرمان باشه هیچ اشکالی نداره، هیچ مشکلی نداره، مگر اینکه او حرام باشه، از درآمد حرام. اگر از درآمد حرام باشه شما می توانید به طور زجر، به طور توبیخ و تنبیه شما چای زور نان زور نخرید او را بگویید که این کار نانی که آوردی ای از درآمد حرام است یا دیگه است شما را رد بکنید. اما اگر از درآمد حلال باشه ولو که اولادتان نافرمان باشه، مشکلات اخلاقی داشته باشه، مشکلات کرداری داشته باشه، رفتاری داشته باشه، شما مشکل نیست، می توانید که نان و چای خانه اولادتان را تناول کنید. اما اگر از درآمد حرام باشه باز در این صورت شما باید نخورید در حالی که میدانید که مال حرام است یا درآمد حرام است. یک مسئله دوم. مسئله سومی است که اولادها در این عصر چرا برای می روند؟ به خاطر صحبت ناصالح. بیشتر که من دیدم به خاطر صحبت ناصالح. اندیوالای بد اولادها را میبرن کش میکنن به سوی بدی. یک. دوم به خاطر که ما در حقشان دعا نمیکنیم، به خاطر اصلاح اخلاق اولادمان کوشش نمیکنیم، به خاطر تربیه یزو کوشش نمیکنیم، اولادها به او سو میروند. 3. هنگامی که اولاد به سوی خرابی میروه او را ما باید چی بکنیم؟ به الله بسپاریم و از الله بخوایم که ای الله ای اولادی من است بیراه شده، ای را بگیر اصلاح کو پس به ما بر بگردان. یعنی اصلاح شده به ما پس بر بگردان. ببینید شما وقتی که یک موبایلتان خراب میشه و یا یک آله اوزارتان مثلا خراب میشه او را میبرید نزد ترمیمگر، نزد موبایل ساز او را جور میکنید، پس از پیش از او اصلاح شده. یا به شرکتش میتین که این موبایل شما مثلا پس شما گرفته بودم خراب شده پس به ما جور کرده بتین، ترمیم میکنه پس شما پیش از همین طور کسی که این اولاد را به ما داده او الله هست، لیکن ما نتانستیم از این نگهداری کنیم خراب شده، پس این را پس تسلیم میتیم به الله متعال، از الله متعال میخواهیم که او را به ما اصلاح کرده پس بگردانه. دعا بکنید، شما مکلف هستید که از همین لحظه دعا بکنید در حق از او اصلاح شوه و مسائل که در زندگی از او است کوشش بکنید که مطابق شریعت او را عیار بسازید و او را توصیه بکنید، به نرمی بگیرید، به نرمی هر چیز به نرمی میشوه، درشتی انسان سختتر میکنه و او را به سوی بیرایی بیشتر میکشاند. و برادرمان سلیمان از کابل پرسیدن که مسئله رضاعت است، شیر خوردن یک بچه مثلا از بیبی مادری در حالی که دختری خالش هم میگیره روا است یا نیست؟ نه خیر برادر عزیز، روا نیست. اگر واقعا ثابت باشه و این ببینید در این صورت خو اگر ازدواج نشده پس در این صورت نباید برادر شما دختر خالتان بگیره، به خاطر ازی که همایی در حکم مامایش است. برادر کلان شما برای دختر خالد در حکم ماما است و ازدواج ماما و خواهرزاده روان نیست. یک مسئله مامای رضاعی است و حکم رضاعت حکم حقیقی است، یعنی برادر چیزا داره. مسئله دومی است که اگر برادر کلان شما ازدواج کرده و این شیر خوردن از او اصلا مطرح نبوده، سابق هیچ مطرح نبوده، حالا یا مطرح بوده، یعنی در اولا کم کم گپ بوده، در شما قبل از ازدواج شنیدین یک دو دفعه، اگر بوده ازدواج صورت گرفت کسی گپ نزد و از ازدواج 1 سال 2 سال گذشت حالا گپ خیسته، پس در این صورت اگر یک نفر هم عادل باشه او گواهی بده و کسی که شیر داده او هم بگویه که بله اقرار بکنه که من شیر دادم، پس در این صورت شبهه داخل می شود، بهتر می است که جدا شوند. اما اگر سابق هیچ گپی نبوده، هیچ کسی در ذهن هیچ کسی هیچ گپ نبوده، هنگام نکاح نامزادی گل آوردن و نکاح و توی کل گپا تیر شد، هیچ گپی نبود، 1 سال 2 سال هم سپری شد، یک مدت تیر شد،
پس از او یک کسی میآید این دعوا را میکنه، پس این نکاح از بین نمی روه مگر اینکه دو نفر مرد عادل باشن، شهادت بتن بر اینکه همین پسر از بیبی خود شیر خورد و ما دیدیم. یعنی شیر خوردنش با دو نفر شاهد حقیقی واقعی عادل، یعنی متهم در شهادتشان نباشند. اگر شهادت بتن پس در اون صورت باز می شود. اگر دو نفر پیدا نشد پس این یک نوع گپ می باشه و در نکاح تاثیر نمی کنه. این در صورتی که سابق هیچ گپی نبوده باشه. اما اگر سابق یک گپی بوده، شما نادیده گرفتین، این توجه نکردین و این نکاح صورت گرفت، پس آن گپ خیست، پس در این صورت یک نفر مگر بگویه و اون نفر عادل باشه یا خود شیر دهنده بیبی شما اعتراف بکنه و او مثلا آماده شود به حلف برداری، پس در صورت نیز جدایی لازم می آید. یعنی بعد از این اصلا ممکن نیست که پیش بروند. اما صورت سوم که ما گفتیم، یعنی لف و نشر غیر مرتب میریم. مسئله سوم که ما گفتیم که اگر فقط نامزاد شدن یا تا هنوز هیچ گونه گپی نشده میخواین که با هم ازدواج بکنن، این مسئله مطرح شده، پس بهتر است که از دختر خاله خود منصرف شود. چرا که شبهه است. یک صحابی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد در حالی که ازدواج کرده بود، گفت که فلانی میگه که ما تو را و زنت شیر دادیم، یعنی هر دوی شما شیرخواره هستین، خواهر و برادر رضایی هستین. پس در این صورت چی کار کنم من؟ چی باید شود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که چی میکنی؟ یا لگب خب برآمده دیگه. یعنی اگر این نکاح را زنه که اعلان نکنی، این تهمت تا آخر در پای تو میمانه که فلانی خواهرش گرفت یا خواهرزادهش گرفت یا فلانی بدکار است یا فلانی کل که عمرش در زنا تیر میشوه. از این خاطر میگه شبهه وقتی که در نکاح داخل شد باید در اون صورت بهتر میاسته که انسان و همسر خود اعلام بکنه، تفریق با میان بیاید. یک مسئله دیگه در اینجا باقی میمانه، او این است که اگر گاهی بین دو نفر یعنی زن و شوهر همین تو یک مسئله رضاعت ثابت شود که اینها از یک نفر شیر خوردن یا بینشان خواهر برادری رضاعتی است یا خواهرزادگی یا برادرزادگی هر چی کی است، این است و بینشان تفریق بیاید در حالی که اینها صاحب اولاد هم شدن. پس این اولاد، سرنوشت اولادها چی می شود؟ شریعت میگوید، فتوای علمای کرام مطابق مذهب حنفیه می است که اینها ثابت النسب است، مسئله اجماعی است، اینها ثابت النسب هستند و نسبشان به سوی پدرشان می رود، اما تفریق می آید، صورت می گیره، بین زن و شوهر جدایی می آید، اولادها پسران دختران همین نفر گفته می شوند و آنها حلالی می باشند. عزیزان گرامی، پس برمیگردیم به موضوع خود. پیامبر صلی الله علیه و سلم احادیث زیادی حیا را بسیار زیاد توصیف کرده. در یک حدیث است از حضرت ابی سوار رضی الله تعالی عنه نقل میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که میگه حیا جز خیر هیچ چیزی را به بار نمیاره. حیا جز خیر هیچ چیزی را به بار نمیاره، یعنی هر کسی که با حیا است در او خیر بیشتر است. و حدیث دیگری است که عمران رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که میگه حیا تمامش خیر است. الحیاء خیر کله. حیا، روایت مسلم رحمه الله است در صحیح مسلم، الحیاء خیر کله. اگر هیچ حدیثی نمی بود، تنها همین یک حدیث در وصف حیا بود کفایت میکرد بر فضل حیا. یعنی شریعت چقدر حیا را، کتاب و سنت وقتی که ما بخوانیم فضیلت حیا را در زندگی انسان ها، تو احساس میکنیم همانند روح برای بدن. این جسد که داخلش روح نباشه این بدن شده نمیتونه، انسان شده نمیتونه. همانطور انسانی که خود اخلاقی میگه اگر او با حیا نباشه او انسانی با حیا اخلاقی نیست. انسانی که خود مؤمن میگه با حیا نباشه او انسانی مؤمن نیست. مکلف است که حیا را در خود پیدا کنه. همچنان حضرت انس رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل میکنه که ایشان فرمودن که میگه در هیچ چیزی فحش ضد حیا است، یعنی بی حیایی، در هیچ چیزی بی حیایی نباشه مگر اینکه او عیب دار است. یعنی در هر چیزی که فحش وجود داشت او عیب دار است و در هر چیزی که حیا وجود داشت او زیب و زینت است، یعنی او زیبا است.
یعنی حیا انسان را زیبا می سازه، حیا عبادت را زیبا می سازه، حیا اخلاق را زیبا می سازه، حیا کردار را زیبا می سازه، حیا تمام معاملات مالی و چیزی ما را با زیبا می سازه. پس همین طور پیامبر صلی الله علیه و خودش بیشتر از دختران باکر با حیا بود. همین قدر کفایت میکنم. وقتی برنامه تمام است، شما را تا هفته آینده به الله یکتا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.